مگه میتونستی از جات پانشی؟ مگه این افکار میذاشتن بی تفاوت باشی؟ وقتی تصاد میدیدی تو این طبقات فرق بینشون زیاد بود داشتی. باید تو فکر یک کانال بودم، یه سوراخ که منو میبرد سمت سودم. من که تو بیوده سوختم، فقط خاک سرامه که مونده. باید نشون میدادم یه تلاش موثر که تحت تاثیرش زندگیم بشه متوجه. وقتی همه در جواب همه تخریب و ضررات میگفتم به من چه، خب معلوم بود میشدی فیلسوف و منجم. دیگه بزرگ که خنده داره، دیگه پیر شده بود اون بچه. وقتی کلی از مسیرها رو بی فکر و کورکورانه قبلا رفته بودم و هنوز رد پام و روشون میشدی، روشون جا مونده بودن. و با اینکه تو خیلی از مسیرهای موفقیتم غایب بودم، ولی تظاهر میکردم به بودنم. ولی همه تظاهر و تخریبای اون روزامو کول گرفتم تا الان. باید بعضی از درسامو قاب میگرفتم با طلا. وقتی شناخت پیدا کردم به دستایی که تنات میذاشتن تو تنهایی و تنگنات، ولی تو دست نمیکشیدی از تجربه و کنکاش که میتونستم بگم کل اون تلاش اون روزا تو حال امروزم نقش داشت. وقتی تو مسیرم به موفقیت میرسیدم مثل مرهم و باش کسب زخم داشت. باید حتما میگفتم خواب بگیره این تجربه رو واسه نقاش، چون دوست داشتم اون تصاویر رو کامل تو ذهنم حتی با لکه هاش. اون آدمو با تمام سنگایی که باعث میشد خیلی تو مسیرش لنگ شه باش، ولی در نمی اومدیش وقت صداش. همینا داشت ازم مرد.